نهم نصیحت این مادر به این دختر خود کردن، هر سیری که در خانه باشد او را فاش نکن. که دختری ما و شما خانه یک برادری مسلمان در میراد کلین می شود، در او خانه سیر و سودای بسیار است، گپ و خبر زیاد است، دیگه معنای او را ندارد که ماها از دخترهامان سیر و سودای او خانه را دائم جویا باشیم. دخترم در او خانه چی گپ است؟ در او خانه چی گپ است؟ در خانه تو چی گپ است؟ در همه خانه گپ است، در همه خانه یک سیر است. ولی امروز با همین تلفن هایی که امروز ما را بیزار کرده است، همین آوازاش، اینا در دست همون دخترها هر یک انچه جنجالی در خانه همون شوهر یا خسر و خشتامان پیدا می شود، در او الله خانه در فلان 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 گپ هاست. دخترم در خانه شوهر که رفتی چی سیره باشد چی گپی باشد او را فاش نکن دختری عزیز. حتی بعضی ها از زنها و مردها شرم نکرده حتی سیر زندگیشان در بین مردم نقل میکنند که این خیانت است. خلاص دادرای عزیز و برادرای مهربان، وقتی دخترای شما یک خبری از خانه شوهرها، یک سیر از شوهر پیش آورد، گوشکاتون ایتری گرد کده و گوش نکنید. شما هم گوشتر که اون دختر رو ما به خاطر او روان نکردم که تو سیر و سودا یک مسلمان پیش من بیاری. اون قدر گپ و خبری که در خانه شوهریت است از اون بیشتر در خانه خود ما نگفته او را سرزنش کردن در کار. تو اونجا گپ بری و گپ چینی نرو، تو اونجا خدمت در رفتگی. دهم نصیحتی که این مادر به دختر کرد این بود که دخترم اگر شوهر غمدار دیدی خرسند مشو، اگر شوهر در حالت شادی دیدی شاد باش. برادرای عزیز، وقتی دختر در چشم مادر میگه صاحب تعریف میگه نگاه نمیکرد، برای تربیه خوب کرده بود، برای تربیه کرده بود. اون روز یک برنامه را در تلویزیون نگاه میکردم از کانال نور. یک مادر خودش حافظه کل قرآن بوده است، دخترش در سن 8 سالگی استادش خودش حافظه کل قرآن میکند. پدر نشستگی است، مادر نشستگی است، دادرها و برادرها همه در خانه سرجم نشستن. اکنون دختر تمام کرده است، دختر کلا قرآن را تمام کرد، از امتحان مادر گذشت. بعدا مادر به سوی همین دختری 8 ساله میگردد و میپرسد دختری عزیز تو حافظه کل قرآن شدی، الحال چی گفتنی داری؟ این دختر در برابر پدر و مادر و برادرای خود ایستاده میگوید اول من به خاطر آن که حافظه کل قرآن شدم تشکری بر خدا میکنم. دوم تشکری بر شما میکنم ای مادر عزیز که بسیار در آموختن قرآن برای من زحمت زیاد کشیدی. دیگر تشکر به سوی بابا میکنم، اونا پدر بابا میگن، تشکری در بابا میکنم زیرا وقتی که من از تو قرآن می آموختم دادرکا و برادرام خب می درام که خواهر تو درس گرفته کرده است. دخترکی صنف 8
وقتی جمله های میگه که امروز 70 ساله ما 80 ساله ما باور کن این بیان کردن نمیتونه. او را چی قدر دانا کرد، او را کدام راهی قدر زیبا کرد؟ راه قرآن، راه خداشناسی. وقتی دختر این 10 نصیحت را از مادر گوش کرد، سر برداشت میگه و به سوی چشمای مادر نگاه کرد که چشمای دخترک میگه حلقه پر از اشک بود و گفت، مادر گفت هر چی گفتی با چشم و با سر قبول کن. من این نصیحت های قیمتی تو و زیبای تو را در حیات خودم گفت عملی میکردم. صاحب کتاب میگوید این دختر صاحب 7 پسر شده و 7 پسری او میگه در هر یک ناحیه های یمن سلطنت و حکومت داشتند. اینجا حکمت ببینن که وقتی که مادر نصیحت میکند دختر سرکشی نمیکند. حاضر برادر عزیز، خواهرای مهربان، حاضر با شما را مادر یا پدر گپ زند در یک سخن خوبی او 10 جواب ناخوب میگردانید. برای وجود ما در نور قرآن نیست، از برکت قرآن چیزی نیست.